حرام نخوره. نفس چه انشاءالله خداخواد داره زورش رسه در دنیا و انشاءالله خداخواد چی میشود؟ نجات مییابد. عیناً موضوع ما و شما امروز نفس است. عزیزانی من، نفس را داریم. این نفس هر چنین خواهش ها دارد. نفس دو معنی دارد. نفس است معنای چی است؟ دمیدن، پوف کردن است. نفس است روح است، جان است. الله سبحانه و تعالی مثل ما و شما همین نفس خدا آفریدگی است. خیلی که تکرار شدم، من خدا خواهد قبلا 2 هفته پیش درباره نفس انشاءالله عقل صحبت کردیم. نفس چه میگم؟ با همین نفس الله سبحانه و تعالی مثل ما و شما آفرید. خدا گفت ای نفس پیشتر بیا، نفس نجنبید. ای نفس گفت عقیبتر برو، نجنبید. خدا سواش داد که ای نفس تو کی هستی؟ من کی هستم؟ نفس گفت تو هستی، من هستم. خدای تعالی 100 سال میگه در آتش دوزخ سوختش، عذابش داد. ولی دوزخ از دنیا پیدا شده که دوزخ ہے، از دنیا پیدا شده که جنت ہے. دوزخ حبسخانه الهی است. الله سبحانه و تعالی کسانی که فرمانی و بجا نمیارن البته به دوزخ داخلت میکنن. کسانی که فرمانی الله بجا میارن به جنت بوستای سرا دارد با انشاءالله خدا خواهد. یک جای عیشی و معیشت میکنه که راحت میکنه که جا دارد. بعد 100 سال میگه نفس برآورد. گفت نفس تو کی هستی؟ من کی هستم؟ با نفس تو هستی، منم. گفت با سرکشی کرد. 100 سال دیگر به عذاب گشنگی مبتلاش کرد. بعد 100 سال دیگر وقتی که برآوردش پرسیدش که از نفس تو کی هستی؟ من کی هستم؟ گفت تو آفریدگاری من هستی، من بنده ضعیفی تو هستم. برای همین ما 1 ماه نفس آزار میتیم. کسی که نفس زورش رسید روزه ماه شریف رمضان داشت، طوری می؟ الا کسی که زورش نرسید چیکار کرد؟ این روزه رو خورد. گفت تشنه ماندم، گوش نماندم و ها کذا دیگر. لیکن نمیداند که این سنجش الهی است. الله هر سال 1 ماه ما و شما را میسنجد. نفسامونه که زورمون میرسه مینه. سنجش الهی است. خدا میتونست که این روزه را فقط ماه چی بیارد؟ زمستان بیارد. میتونست خدا. طوری می؟ فقط زمستان که خدا خواهد ماه دکمبر که نجاش میکرد. اگر خدا خواهد 8 ساعت خدا خواهد روزه میگرفتی انشاءالله خدا خواهد دیگر میتونست. لیکن خدا سنجید کنی، گفت من در تیرما میارمش کنی چند کس روزه میگیری، در زمستان میارمش کنی چند کس روزه میگیری، در تابستان میارش انشاءالله خدا خواهد من آورد گذشت تابستان کنی که ها روزه گرفت. اینچنین در بهار 4 فصل که خداوند دورش میزنونه کنی میسنجد. آیا حقیقی بنده خدا باشی انشاءالله کدام فصل و کدام ماه کدام سال کدام دور و زمانی سیری است می گوشنگی است می وقتی که این ماه می آید چیکار میکنی؟ روزه رو میگیری. این وابسته به زمان نیست عزیزانی من. بعضی اتئیستا به خداها دوره های بود که میگفتن این روزه برای اکونومیک است، اینا محمد برای
اکونومیک آورده است. این برای اکونومیک نیست، این سنجش الهی است. فرمان خدا را خدا خواهد یک ماه سنجیده دیده میبینه شما خیلی چی کار میکنی. حالی زمستون شاید خدا خواهد گاوا هم روزه میگیرم، بعد کودکان هم روزه میگیرم، بعد این روزش روزه حقیقی است. سرطان انگیز روزه حقیقی است. ماه ایون، ایول، آگوست حقیقی ارگنه روزه است که این نگاه آتش دوزخ خاموش میکند. افسوس لیکن برای شما نسبت ما خدا آسمانات بینیم برای شما چقدر شانسا دادگی است. با کدام ماهی می آید در دکمبر هم بیاد مسافر باشی میخری، فرق ندارد. در دکمبر بیادم سفر که برمدی اجازت داری، اختیار داری روزت بخری، بیمار شی میخری. همون دکمبر هم چه سرطان و چی وینده حضور که پیدا شد بیمار شدی، خطه اداره کردن نتونستی، روزه گرفته نتونستی میخری روزت، چی فرق؟ بعد همین خیلی عقیده که دی زندگی نکن انشاءالله خدا خواهد. گفتی حضرت مولا میگد هر کی در محبت دعوا کند 100,000 امتحان بر او کند. گر بود صادق کشد باری جفا، ور بود کاذب گریزد از بلا. الله سبحانه و تعالی از دنیایی که اومدی قدم که موندی تا دم مردن 100,000 امتحان نکنه. 100,000 میسنجد، چی یک میلیسن هم مبتلات میکنه، چی یک پرکراتور هم مبتلات میکنه که میسنجد ایمان چیه. یک گوشنگین ده خدا میسنجد، یک سیرین ده، یک خرسندین ده، یک شادین ده، یک غم ده. گاها بچه شیرین نمیرد میسنجد کنی طاقت میکنی مینه. گاها مال دوست داشتن میمرد، زنی دوست داشتن میمرد، فرزندی دوست داشتن میمرد، صبر میکنی مینه. حضرت ایوب بین الحمدلله 18 سال کسلی بیماری، خودش پیغمبر بود، موجب بود، دعوات بود، دعاش اجابت میشد، لیکن الله 18 سال بیماری را دادش، تمامی وجود شکرم فرا گرفت. 18 سال بالای تخت سنخا رفت، مثل ما شما بالای دیوانی ملایمک نه. ولی ما شما سر بیمار شه بیچاره بچه ها 6 تا کورپت میندازه، بالای دیوانه که ملایم ده خواب میرید، بالای تخت سنگ 18 سال خواه رفت. همسرش رحیمه، یک دختر رحیمه مون، همین رحیمه را گفت که گفت ایوب و تو پیغمبر یک دعا نمیکنی خداوند شفاعتیه؟ گفت که زنک جان گفت بگو. ما چند سال در عیش و عشرت گشتیم، ناز و نعمت درش نه. 80 سال گفت من میخوام که 90 سال خدا من عذاب کید. انا صبر. خدا میسنجد. اگر خدا خواهد بی صبر باشید در از روی خدا شکایت نکنی. بعد من چی گناه کردم که من خدا دردم داد؟ من چی گناه کردم که بچه مرد؟ من چی گناه کردم که خانم سوخت؟ عزیر پیغمبر گفت الله سبحانه و تعالی ای عزیر، پیغمبر بود، وقتی که گفت من بر تو بلا یگان بلا مبتلا نکنم، با خلق از روی من شکایت نکن، چنانه که گناه تو را میبردارم پیش من فرشتان شکایت میکنم که او زرنی گناه کرد نمیکنم، سخترت میکنم، میپوشمت، تو را هم از روی من شکایت نکن. این عتاب به همه ما و شما است. باید که انشاءالله سرت مثبت بیاید. خدا قرآن نمیگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله مع الصابرین، خداوند با همراه چی است؟ صبر کنندگان است. صبر میکنی، طاقت میکنی، انشاءالله خدا خواهد الله مشکل تا آسان میکنه. الله هر گونه سنجش ها دارد، امتحانات دارد، در امتحانش میپرتاید، تماشات میکنه، لطکنی چی کار میکنی.
پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم بین یگان حیات شیرین نبرد، دائم چی بود؟ در عذاب بود. تمام کافرها بیچاره را میزدنش، تهمتاش میکردن، بهتاناش میکردن، صبر میکرد. الحمدلله طاقت میکرد. اگر اون مصیبت ها بالای ما یک لحظه طاقت کرد میتونیم. مبادا با شما نخدا یک قومی بدبخت، قومی سرسخت نگر مبتلا کند، میگریزیم میریم همون. محمد یک پا ایستاد، الحمدلله غلبه کرد. خانه کعبه که میبینی 360 خدای باطله بود، بودها بود. وقتی که فتح مکه شد محمد یک شعار کتی بوتا را میگه بطیاقش میگلتاروند. استعیذ بالله. و قل جاء الحق و زهق الباطل، و قل جاء الحق و زهق الباطل. هر یک بوده که در دن خانه کعبه بود بطیاقش میزد و حرومش میکرد، همین آیت میگه تلاوت میکرد. وقتا که حق آیت ناحق باطل میشد انشاءالله خدا خواهد. محمد نقلب اومد. اذا جاء نصر الله، اذا جاء ربین و اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. وقتی که فتح غلبه بیاید آدم ها گروه خودش ایمان نمیاید، اسلام قبول میکنن. گفت فوج ده گروه اسلام قبول کردن. الحمدلله. لیکن محمد با یک پا چکر استاد، با یک پا سعی کرد، کوشش کرد، حرکت کرد. الحمدلله. ما اکنون امروز یگانه نفسامون انشاءالله زور مرسده کن انشاءالله خدا خواهد. نفسامون انشاءالله خدا خواهد داریم. نفسامون زور مرسد انشاءالله خدا خواهد. انسان دو نفس دارد عزیزان من، نفسی بالای نافی، نفسی زیری نافی. اگر دو نسل غالب بیایی انشاءالله نجات دو دنیا هست، شرمنده هم نمیشه. نفسی بالا چی؟ انشاءالله خدا خواهد از خوردن. حال میگن کن نفسش بده و هیچی سیر نمیشه، میگن نفس بد. میگم 4 کلیکم در دهنش تقده ای جانه سیر بکنن. همین آدم مردم به حاد میتین. نفسی بالای نافیدم انشاءالله خدا خواهد زور مورست انشاءالله غلبه میکنیم. وقتی که قانع باشیم انشاءالله خدا اندک چیز که دی قناعت کنیم انشاءالله خدا خواهد. نفسی زیری نافی چی؟ زیری نافی اگر غلبه کنیم نجات دو دنیا هست انشاءالله، سعادت دو دنیا نمیرسیم. این نفسی هست از زنا اگر خونه داریم، نفسی بالانگی از حرام خوردن خونه داریم، عرق، گوشت خوک. این نفس هر اشتها میکند، میخواهد که هر روز یک دختر باشد نزدت، اشتها دارد یا نمی. اگر ما انشاءالله خدا خواهد این دو نفس اگر جلو زنیم، لجام شکپیم، لجام شگیریم، انشاءالله دو دنیا نه سعادت من میشیم. هرچی هم شرمندت میکنه دنیا نه، ایشون زورت نرسید شرمنده میشی و ایشون زورت نرسید زنا کردی، مبادا در دست خوردی، فقط تو رقم شدی، شرمنده دو دنیا میشی. یعنی می همون گناه با چه قدر پول و مال میکنی، با چه قدر پول و مال، با چه قدر ترس و لرز میروی پیش همون زنا، یا هم تو آشکارا میروی، چقدر ترس چقدر لرز که تی میکنی، لیکن اگر فقط چلی شرمنده میشه انشاءالله خدا خواهد. برای الله سبحانه و تعالی برای ما شما زن داده است، همین زن انشاءالله خدا خواهد برای ما شما چکار کرده است؟ حلال کرده است. الحمدلله. همین دختر تا شوهر بیدادگی باشه زن تا بگوش، همین شوهرش محکم کپد. همون نفسی اگر انشاءالله خدا خواهد شوهر قانع باشه
باشد انشاءالله به هیچ کس نگاه نمیکند. یک دختری خدا ترس از موعظه شنیدم، زنها نه موعظه دارد. میگه ای زنها شما چنان بدبخت هستی که شوهر دست سیر نیست. تو زیباگی تو فقط برای کوچه میکنی، تو زیباگی تو فقط برای مردم میکنی، حالا اینکه زیب زن در خانه است. عزیزان من میگه تو کرته های قیمت بهاشه، او گوشوارها رسمانهای چلاگیشه، اون خدا خاکاشه، اون کرسکه هاشه، میگه پیش شوهرش کند که تا که شوهرش به دیگر زنی بیگانه باز اینا میل نکند. لیکن افسوس زنهای ما شما فقط زیباگیش در توی است، زیباگیش در بازار است، زیباگیش در کوچه است. بعضیاش اتور میزند تا 1 کیلومتر بوش میرسد، نگی پیش شوهرش اتور نمیزند. شوهر ندوال نی، سر نیست از زنی خودش، مجبور میشود با چیکار کند؟ راهی فساد زیرنگی ناف و نزورش نرسیده با چیکار کند؟ زنا کند. عزیزان من بعض با زنها را من میشنوم، بینید اینا نیوز موضوع نفس است. شوهرش هم میگفته است که مال زنا کو کاری کرده با زن نگیری. این دشمن بینه با سبب او زنا نفسش نگه نداشتنش، با سبب او زنا میدانی 3 کار با وجود می آید. و فی زنا 6 خصالین، در زنک بازی 6 خصلت است. 3 فی دنیا، 3 تاش همین دنیا است. 3 تاش یکم عمری شوش کوته میشه و بخبر داری. خدا اگر 80 عمرش داشته خدا اگر 50 نمیمورد. دوم جنایتی که این کار میکند در همین دنیا هست، خدا از خاندانش برکت میگیرد. اگر میلیاردر باشد هم بانکرات میشود، میلیاردر باشد هم بانکرات میشه، چون خدا راضی نیست، پیغمبر راضی نیست، محمد صلی الله علیه وسلم. خدا گفت استعیذ بالله تقربوا الزنا فانه فاحشه و ساء سبیلا. خدا میگه ای مردم با زنا نزدیکی نکنین. این راه چی است؟ فحش است، راه خاری است، راه بد است. سیوم چیزی که خدا در همین دنیا میتید، سیما و صالحین گفته که خدا آدمان نور دادگی است که از نورش آدما سیر نمیکنن، همون نور تا خدا میگیرد، به نور میشوی. با همون زناگرا با زناگرا را میگن که هم نحساریه چه روش کشته ای نه، خداوند همون رو تنوی نور شه. این نور مخصوص خدا میته این نور برای کی؟ آثار عبادت و طاعت و روزه و نماز و زکات و حج. الله مخصوص این نور خودش میتید، همین نور تا میگیره. خاندان نور نمی بخری رفته. انا نفس اگر انشاءالله خدا خواهد زور درسد انشاءالله نجات میابی. خدا قرآن دا چی میگد؟ سوره انشاءالله خدا خواهد شمسنده قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. این قد افلح من زکاها، با تحقیق نجات یافت کسانی که پاک شد، این نفس نزورش رسید، زیانکار شد. نگد کسی که خار شد، ذلیل شد، کسی که این نفس نزورش نرسید. از نفس غالب اومدن در کجا بوده است؟ بزرگان اسلام جنگ از نفس غالب اومدن وقتی که انسان طاعت کند، نماز 5 وقت خوند، قرآن تلاوت کند، انشاءالله خدا خواهد پیوسته با مسجدی باشد، طاعت عبادت دائم به ذکر تلاوت باشد، نفس خار میشد است. عزیزان من نفس خار کردنش، نفس انشاءالله لجام زدنش در کجا بوده است؟ ببینید اگر برعکس این شود، از نماز دور شوی، از عبادت قرآن و تلاوت و ذکر دور شوی، نفس فربه میشد است انشاءالله خدا خواهد. نفس بالای شما غلبه میکنه است.
غلبه که کرد نماز نمیفارد، غلبه که کرد مسجد نمیفارد، غلبه که کرد نفس صحبت علما نمیفارد. ولی اگر عکسیس بیاید همه میکوچی خدا خواهد انشاءالله. با یک سوق یک عکسی نامدار اگر مبادا یک بیارد، نیکی اگر در ریان خدا خواهد یک عالم اگر بیارد همه میگریزی. انا نفس. پیغمبر بزرگ چی میگن؟ امروز نفسا را بینید شما، امروز جوانای ما شما را بینید، اگر دموکرات بگیم که 32 سال شی داشت، 32 سال است که دم نمیگیرن. یا نمی؟ نه زنش در کار است، نه خانهش در کار است، نه بچهش در کار است، هیچ در کار نیست، فقط رسی 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 رسی. نفس نفس نفس. این نفس هیچ وقت سیر نمیشود، آمدن شود. این چشم انسان هیچگاه سیر نمیشود. چشم تنگ دنیادار را دو چیز میکند پور، میگه شاعر، یا که قناعت یا که خاک گور. این چشمی که تنگ دنیا نازبین است، اینا فقط دو تا چیز پول میکنه خلاص. پیغمبر بزرگ چی میگن؟ لو کان لابن آدم وادیا من الذهب احب ان یکون وادیان ذهبا. بینید اگر میگه الله سبحانه و تعالی به فرزند آدم در یک وادی میلیون یک قشلاقی وادی شیار وادی میگه اگر تیلاتیش یک وادی یک قشلاق رو تیلاش دیا با چی میفتست؟ ان یکون وادیانی مفتست که کاش که خدا واقعا دو تا وادیش کنه، همین قزقلاق هم تیلام کردم بتیا. امروز در خانت خدا خواهد انشاءالله $100,000 زیر کموندگی هستی، لیکن میترسی یا نمی؟ اقلا تاوه خورده شکر کنی، نه خورده خریم چی اول انشاءالله بهش پیشی بچه کشن زنکم ده بیستم انی بچه یکم یک تربیه کنم، انی پدری بیچالم 70-80 دورمند محتاج امروز خدمت منای بیز 1 سال 2 سال حیاتن خدمت چه کنم گفتن فقط پول خلاص. ما میدونیم که پدرها مرده رفتن بچه ها اشتراک نداره، این شرمندگی این عیبه، ولی خدا خواهد تو هم ممکن میشه. بیچاره پدر به یک امید کلام کرد، پدر میگه در پیرکی در کودکی گیرد دستی پسر، با امیده که در پیری گیرد پسر دستی پدر. امروز برعکس شد، دستی پدر را خالی بیچاره ها، دو چشمکش در ایستادگی، نه یک درو خاندان نونی خوبه، نه یک افقاتی خوبه، نه یک چای و نه یک چیزی خوبه بیچاره. فقط ما نفس کتی گشتیم. انشاءالله بدی سرش بعد پشیمون میشه که چی افسوس. برای همین اندکشم سیر کن، شکر کن اندکشندم. خواه با نصیبت که نمیخریش، نکند الهی کو و هم از سرت میمونه. شکر که بیار انشاءالله خدا خواهد پیش بچو کچه 1 سال و 2 سال. امروز بین من چنان در غضب میشم که امروز عروس گرفته ساده 1 ماه عروس فقط بدی 1 ماه بعد برای که پلی افته بیا تو سطقی زن میشی. انا چنان ما انسانی چیم از فاشیستان بدتریم، از فاشیستان بدتر که 1 سالک بیچاره بشینه و دختر یک آشنا شود از بوی یک دیگر سیر شود. نه پول در کار، پول عاقبت ویرانی بد. این بچه شما میراد تروریسته با اونجا یک زنا میکند، گه ام خوردگی عروس بگه شاید چی میکند بحث میکند. این ام خوردگی هست اونجا میراد هیچ کس نمیبینش، اونجا فقط چی هست هیچ کس نیست، گویا که از خدا هم ناموس نمیکند، شرم نمیکند، هیچ چیزا را خدا خواهد میکند. این دختری بیچاره که کجا برود سوال من جواب بیاو. همین نفس است، همین نفس است. نفس نو دختر زورش نرسید مجبور چیکار میکند؟ با گناه دست میزند، نه که در گردن نیسته میشه او گناه.
حیات از یک خوردن عبارت نیست. حیات نبرار، زندگی فقط آش و گوش و نون نیست. زندگی با چی دارد؟ شیرینی ها دارد، مرد و زن یک جایگی دارد. خودت انشاءالله خدا خواهد یک ماه بزن کرد امروز جوان هستی، خدا خواهد زنت اگر اجازت پرسه که مگاد یک هفته اجازت من همین خانم دا برم خدمت پدر مکنم، روزی میشی؟ در مردن راضی نمیشه. در جوانیت با وقت چی میموندی؟ یک ساعت میروی اتیت میبینی اپتا ندگشته بیا. امروز که بچه یک تا فکر که بچه یک تا زن دادی و بچه یک خدا خواهد انشاءالله از زن بیزار پرتافتش برفت. این دختر چیکار کنن؟ 15 تا با خواندن خوجهید میشد. در سیدای ما نیسیست داملا جان تلفن کنه با مادرم گپ زن نشیدست است. 15 تاش بسر من داد که کدی گپ زدی؟ ما تو تلفن تقنی کجا در اومدی؟ و بچه یک تا بیار خیلی جا نمیدره. بچه رفته 3 سال 5 سال 10 سال گم، تلفن بازی نمیکنه، بلکه گفی ما برای شما سخت میتابد. لیکن فکر کرده بین، اوی کرده بین امروز تمامی ویرامی ها، تمامی زناگری ها، تمامی بیشرمی ها، به حیاگی ها، مرد زن ندیدنش، زن مرد ندیدنشه. الله نگه دارد. خدا پول گفته خطا نپرتا، این پول سرت میماند. خدا رازق است، از یاد نبرار. رازق، رزاق گفته که خدا صفت دارد. خداوند شما را از رحم مادر درونی بچه‌دان مادر درست نمیتیالی تا از دنیا برفتن تا رزقت ابدیه. ولی ما شما میترسیم خدا کنم تو که $10,000 دارد کم شد یک زده رفتار نکن. بینید انشاءالله خدا خواهد یک مثل ما شما یک زن واری قوت نداشته. من یک زن برای شما مثال میارم. یک زنی که خدا ترس صالحه. بینید رابعه عدویه گفته که در تاریخ یک زنی خدا ترس گشتگیه، بلکه از ماندم تقواش بلند بود، از ماندم تقوای بلند داشت. دیگه در یک مرکه 6 تنه میخیل زنها همه جمع زدن. یک چی بود؟ خیر روزک شایی بود، مرکه بوده. همه بیبه رابعه عدویه هم در همون میگه مجلس اشتراک میکرد. بعد همه گفت زد میگه قیمتی شد از مفتسین کو اوکراین جمع شده که تمام قیمتی میشود فلان میشود ارده زرکن در کار گندم گورکن در کار نوزن بیله رزق خدا میتیه. هر یک تا شکایت کرد. ما میگیم که ما به رسیه میمریم. ما اگر رسیه نباشه تمام بانکرات بشه. استغفرالله. این رزق خدا برای رسیه گفته دادگی نیست. چه رسیه؟ رزق نمیجا نم های. انشاءالله رزق خدا خواهد. الله سبحانه و تعالی آدمایی که رسیه در خیالش دیگه نیست. میلیاردر امروز 6 ماشین داره. پیامبر گفتن که هر یدک انزل علیک رزق، دستات جنبون رزق خدمته. و بیبی رابعه سوال داده که شما یگان گپ نمیزنی؟ حضرت جان یک گپ زنی شما. تا من یک گپ میگم فقط. گوش داره، خوب گوش داره. احمد کفر رفتی جخیدی فلان میمری فلان گوش کرد. من میگم که اگر خدای تعالی تمام زمین آهن کنه، یعنی همین زمین خاکه خدا گفت با آهن مبدلش کنه آهن شوه. خدا از آسمان گفت باران دارد، باران نبارد، فقط گفت سنگ بارد. روی زمین گفت سنگ بارد. اگر در تمام دنیا بودگی بعد آدم ها بچه ایمان باشد فرض کنی گفتن همش بچه ایمان همش کمی من روی دگی باشد میلیارد آدم ها من انم کمپرو نمیکنم خدا رسشه میرسونه گفتن. چونکه خدا قرآن دا وعده کرده که رزق شما را رسوندنش در ذمه منه. حتی خدا میگه استعوذ بالله مر اهلک بالصلاح،
لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة لمن اتقى. ای گفت بندم اهل و عائلت با نماز امر کن. بچه تگو نماز خونه، دختر تگو نماز خونه، کلین تگو نماز خونه، زن تگو نماز خونه، عائلت نماز خون شوه. لا نسألك رزقا، ما ایت رزق نمیپرسیم. نحن نرزقك، ما رزق میتیم. ای بندم ما رزق میتیم، تو رزق هم شد نکن که بچم نماز خون شد بانکرات میشم گشت نمیمونم. نگو اینا من افر انجینیر انسان کی هست؟ الله هست. تو ببین الله با تامین کننده چی هست؟ انشاءالله رزق هست، تامین کننده حیات هست. هیچ کس در دنیا گشنه نمیموند عزیزانی من، کمی بیشه الله میرسونه. شاید میگد بینین بر سری هر یک لقمه نوشت عیان. خوب گوش کن منه. یک لقمه را از نان کندی و در دستت گرفتیش، همین لقمه را چی بده؟ بر سری هر یک لقمه نوشت عیان این لقمه از فلان ابن فلان. در باش نسبه که این یعنی لقمه موجب الله پسری احمد است، در بالاش نسبه است. هیچ لقمه نآید در گلو تا خدا نگوید فدخلو. نبینه همین من در دهنم انداختمش، هوای در معده من نمیرفته تا خدا فرمانش نکنه که درو. هوایم میگن برادر ازبکان میگن که یوت کردم منه که چای نگرم گمانده گفته که وای همون دردنش برفته که حساب بده. ممکن در دهنه که جانت نبروید، ممکن گلن تمیگیره و او چه دور. هوایم خدا امر بکنه بینه عزیزی من، خدا دراشگاه ندور مده با چه رزق نتن نمیتیم. الحمدلله امروز رزق به درجه بلند رسید. همه خاندان پری نان و گندم است، همه پری میوجات. این لباس ها را بینید. از اگر لباسی من خدا خواهد حساب کند، همسرم خدا خواهد 100 تا لباس است. این چی از نعمت است. این ماشین ها را بینید انشاءالله خدا از خانه پیاده نمیگردی. خدا خیشت است که تلفن میکنید خداکش میآید تاکسی تاگی داره کرد با نگ بگر برداشته سوارت میکنند. بیا چی پلچه گیرم کجا میری خدا خواهد؟ تاشکم برفتیم ونگست. در یک روز خدا خواهد دنیا چک زده میایی، یک جان در درد نمیمونی. دورهای 40 سال پیش از این خدا خواهد ما به تراکتور میرفتیم، تراکتور کردیم. 80 سالا تراکتور کردی آدم از رشتون میرفت، ماشین نبود. الحمدلله ماشین گریزه‌ای کردی آدم ها میرفتن. این روز الله سبحانه و تعالی هر یک خاندان ده چی است؟ ماشین. هر یک خاندان صاحب دولت، صاحب انشاءالله خدا خواهد لباس و شکرانه بجا کن. اگر نفس دار انشاءالله خدا خواهد نفس اگر بداری انشاءالله نجات میابی، الا نه خدا خواهد. خدا میگه در سوره انشاءالله خدا خواهد نازعات و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. کسی که میگه بترسه از مقام خدا که روز قیامت پیش محکمه سود خدا نمیستی. خدا نگو ای زناگر خیز، ای دوست خیز، ای قمارباز خیز، ای زناگر خیز، ای آدم کش خیز. میگه کسی که از مقام پیش خدا ایستادن ترسد. خاف مقام ربی که پیش خدا نالی میستم، خدا منم میپرسه، صوتم میکنه گوه بترسه. میگه و نه نفس عن الهوا و این نفس میگه از هواش میگه من کنه. میگه از چی؟ از معصیت، از گناه من کند. تفسیر حسینی باید کاشتن که از یعنی گناه من کند. خودش دارد از گناه کردن انشاءالله و چی میشد؟ میگد انشاءالله نجات میابد. و هیم جایی میگد این گناه انسان ها چیه؟ میگه الله جنت خدا خواهد انشاءالله. جنت جایی کی بوده؟ و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. اگر میگه نفسات بداری خدا من تو در جات جنت میکنم بندم، جات مکافات انشاءالله موبیلیه. پس همون جنت خدا خواهد جای شما هی.
من امروز بعضی خدا خواهد دولت دارا هم بین، حکومت دارا هم بین، نفساشون ندانیست است، شرمنده شده است. که میبینی خدا خواهد در اینترنت ها میبینی، در آینه های جهان نما چندیش نشان داسته. نفس نگی زورت نرسید شرمنده میشه. کی در کار اندکش قناعت که عزیز میشه. پیامبر میگن که من قنع از من طمع ضل. کسی که میگه قناعت میکند عزیز میشود، کسی که میگه طمع میکند خور میشود. انشاءالله اندکشم خدا خواهد صبر کن، طاقت کن، الله سبحانه و تعالی انشاءالله زیاده میکند. و این لشکرتم لازیدنکم، خدا میگه اگر شما شکر نکنه من زیاده میکنم بندم. ده هیچ دلگیر نشو میگه من زیادت کرم میتیم. نفس بینش چونین شاعر شعر نواردستش، چون شترمرغ چون شترمرغ شیده این نفس. بینین همچه یک شترمرغ میگه نفس، نه کشد باد و نه پرد در هوا. این میگه نفس همین خسته که میگه یک مثل شترمرغ میگه، نه میکشه بالا میگه نه هوانده میپره. چون که اینه که خوردن که گرفتی چی میشه؟ بعد نمی پردگی میشه، به آبرو بشوی، به قدر میشه، به قیمت میشوی. همین نفسی پایینه در زینا کردن سکو مردم از بازی میبرارد یا نمی. اگر شما گن که همسین باشین 20 و 25 و 30 در بین تو یک زیناگر باشد، آیسته آیسته همه از بین میگریزی یا نمی. یعنی پگه میاد یا دختری من دگه هم میپرتید یا زنی من دگه هم میپرتید. آخیر بیخور میشوی، به قدر میشه، به قیمت میشه. این گناه میخیل است عزیزانی من. گناه انسان به قدر و به قیمت میکند بین مردم، بین جمعیت. الحمدلله بین جمعیت هم به قدر میشوی. همه از گناه بیزار است. این حکومت هم از گناه بیزار شده است. گاه ها ما رو میگه همین حضرت میگه بیشتر گیر در همین رقی گناه. این شرمندگی ها از چی است؟ از همین گناه است. به آبروگی ها از چی است؟ از نفس نداشتن است. گر بو پرگویم گوید اوشتورم. میفته که نفس یک بار پراخی بالا یک آسمون پراخیتم، میفته که من شتر دستم چخیل پرم. بینین گر نیهی بارش بگوید طایرم. مبادا میگه بارا باش کنیم من میپرم. میگه این نفس هم میخیله. اگر پراخی ویش میگن که میگه من شتر رو نیستم کجا پرم. آخی شتر پریده میتونه میگه. وقتی که بارش کنی میگه که میگه من میپرم. این نفس دیدی بدبخته تا چه اندازه برای ما شما. خب چون سیاه و زهر و رنگش دلکش است، لیک طعمش تلخی بویی ناخوش است. لیکی رنگش یک دلکش آریه، لیکی طعمش بوش بینیاد ناخوشه. وقتی که اون کار که میکنی بعد کار که فقط شدی ناخوش میشه. طوره می تا که پاره گرفتی و در دست خوردی. یکیم که مثال یک پول دادن که خدا خواهد یک جا آباد که زری خوردیش بعد فقط شدی. از تو ناخوش آدم نیست دنیا ده. افسوس میخوری، ندامت میکنی، لیکن چی سود؟ برای همین همه چیزا کارن خدا خواهد چکا کن نکن. در وقت انشاءالله فکر کردن نکن. وقتم شده است عزیزانی من. انشاءالله الله فرصت یاد خدا خواهد جمعه های دیگه هم صحبت میشیم. برای همین هممون انشاءالله خدا خواهد این نفسی که انشاءالله خدا خواهد بیان کردیم، حتی نفس علماها 7 نمود نجدا کردن. 7 نمود عزیزانی من. این نفس به نهایت موضوع بلند است. افسوس که وقت ما گنجایش نمیتید. با شما عزیزان هم صحبت شیم، لیکن انشاءالله خدا خواهد حرکت میکنیم در دیگر دایره ها هم این نفس انشاءالله خدا خواهد تحلیل کنیم بین مردم تا اینکه بفهمن. چون که اکثری گناه از نافهمی است.
همین جوانای ما و شما گناه میکنن، اکثرش نمیدوند. برای همین در یک 6 تاتون خداخواد میشینه هم صنفا، الحمدلله. لیکن که در 15 یک بار چای خونه میشینه اکثری هم صنفا، یا که در توی هاتون میشینه، مرکه هاتون میشینه، همه بارند خداخواهد روشنی اندازه. باره زنا نگوین ان شاء الله. خداخواد زنا همچنان خصلت ها داشته است، عاقبت همین بده است. یا که نفس نداشت عاقبت همین بده است برادر. برای همین قناعت که انشاءالله صبر کن، داد و نادادی خدا رو شکر کن، انشاءالله خدا خود عزیز میشه. الحمدلله به عدد شکر. دنیا رو هم جمع کرده کجا میبریش؟ گوی چی؟ من میلیاردر شیری امنیم نکی ابریدن نون نخره انسان هم تراس می ابریدن نون همه ما نصیب کند. من نمیگم که شما بای نشی، نکی باشه دمفته عبادت ای دست نتی، آخرت ای دست نتی، آدمگری ای دست نتی. ولی بعضی با کلوتوی هست که سپشکه در دستش کله زدگی بیچاره کامبر گیری با سلام نمیکنه. همین نفسه. یک میگه جوان پیش یک خانه میدرد، همه میخیزد و نمیخیزد. پیش میرون میگه چی نمیخیزی تو؟ میدونی من کی هستم؟ تو کی هستی؟ میگن من چندین آدم کلش گرفتم. اوه کلش گرفتمی؟ تو هیچی نکرده، من نفس شکستم. همین نفس کلش گرفتم من، الحمدلله. تو هیچی نکرده. این نفس میخلاص، غرورت پیدا میکند، شجاعت پیدا میکند، فخر به سپشکت میکنی، فخر به کپتیوت میکنی، فخر انشاءالله به موشینت میکنی، فخر به دنیات میکنی، بیچاره رو به پسند نمیکنی. این حرام است برای مرد و عیاد نبراد. برای مرد سپشکه، کله تیلا، گردنبند تیلا، دستمونه تیلا حرام است. این مال زن است، این کلوتوید نیست. این طرف نشانه پولداری نیست. داری خودت حسابش میکنی، یک کس نمیتیش داری. خدا خواهد صبر که طاقت که خدا خواهد رای خوب نصرف بشکن انشاءالله. اون سپشکه فروش خدا خواهد 6 خلطه آخر 6 تا خدا خواهد انشاءالله کم بغل تی دعات کنه با 600,000 خدا که گردن میتیه. این دنیا جای فخر نیست عزیزان من. کسی که فخر میکنی خدا خارد میکنه. من ببینید یک زنجیر است دنیا ده، این عایشه مادر موری حدیث است. یک زنجیر میگه طرفی آسمون ده است، یک زنجیر میگه زیر زمین ده است. کسی که کبر نکند، تکابری نکند، فخری مال دنیاش نکند، این زنجیری بالاگی سرش بالا میکنه است، هم حرمتش میکنه است. مبادا اگر فخر با مال دنیاش کند، زنجیری پوینگی میکشید استش، خورش میکنه. حتی آدمای کبر و من کننده و فخر کننده روز قیامت بر حالت مرچه در محشرگاه زیر آدمان مونده میره، چون که فقط خدا نخواسته. ما نخواست نیست. به یک تا ماشین چمو بگیم که یک خانه تیلا داشتیم که این فخر نیست. ما باید که خاکسار باشیم انشالله. میلیاردر باشیم السلام تو گم نکن، السلام علیکم. سلام هم قرض است، علیهم کم قرض است انشاءالله. خدا خواهد آدم و آدمگری ای دست نتیم. ولی میگن که عالم شدن آسان است، آدم شدن مشکل است. خواندنگیری عالم میشه خدا خواهد جان، لیکن آدمگری نداشته باشی عالم چی در کار؟ معامله با مردم نداشته باشی، معامله با عائلت نداشته باشی، با هم محلت و هم قشلاقت نداشته باشی، و چی در کار آدم متری؟ برای من الله سبحانه و تعالی همون انصافتیت خدا خواهد، از کبر، از منمنی، از شر شیطان لعین، از نفسا انشاءالله زورا مرسد خدا خواهد. ما نمیگیم که شما بای نشین، بایشین انشاءالله خدا خواهد، خانه زیبا سازین، لیکن فخر نکنین. ما نمیگیم شما راستی برین، لیکن پدر تایاد نبرار، مادرک تایاد نبرار، زن تایاد نبرار. زنکات بیچاره ایمانده کار کرده گشته است در کوچه. من میپرسم که برای چی خواهر شوهر در رسی است؟ میگه پول نمیفرسوند. برای چی نمیفرسوند؟ ها یک غرغر کردم گویا که اینا چیکار میکرده است؟ تنبیه میداد است. این مردی نیست. او در بکله گرفتیمی، او زنه تو میپویش، زنک نه. زن یک تا هنر دارد. گفتی فردوسی بزرگ زنها را بس از یک هنر، نشینند در خانه و زاین شیران نر. هنرش همون خواهی، هنری منو شما چی؟ خدا خواهد مردی کاریه. میبونیم کار میکنیم، میپویمش، میخرونیمش، میپوشونیمش. این وظیفه منو تای.
نفقه برای ما شما فرض کرده الله سبحانه و تعالی، برای زن نه. از خدا بترس. زن خور نه که خور میشه. ولی بعضی میگن که همین زن اگر باشه تیمورا سر زن میگیرن. خودی که زن پایسته شده در کوچه شانه کرده فلان چی میمره خدا خواهد ان شاء الله. آدمایی که سالها دیده زن نیست. او زنم عقل داره که دیده ساده حیات ده. زندگی ده دیده سه میدونه که زنی میدونی، زنکشی میدونی، بینونش میمونی، میدونی خدا خواهد معامله نداری. پیش ساله میگه. یک جوان همین دوید بیچاره در 1 سال بزرگ یافت. به چی پول پورا میای بازی از با وعده میکنی کوارتیرا کپتیوا دیگه زن همی خلاص میگوی ماشین خرید میتیم خانه زیبات کرده میتیم بعد هم میگه قول میمونه ایلا نه چندین بیورم ما رفته میگه حتی خانه جدام کتی یادوا یا که از شهری فرقانه خانم خریدت یاد باید بگیریمش. او زنی بیچاره اولی که خدا خواهد انشاءالله گفتی شما که با نمره بدوست کرده کنده زنش گفته با بیچاره را چی مزامتش میکنی و بیچاره خوب لبیک گفته میشه. اینا نمیشینن لبیک گفته، اینا خدا تروریستن، اینا دنیا را میدونن چیه چیکار کرده بدست گرفته بازی دارن تا میدونن. برای خدا از هم اولش نمونه. همه موسیقی دو میگن که همین زن پیشتر بریم سبب چی که خور نشیم، زار نشیم عزیزانی من. برای این وقت هم شده است الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را خدا خواهد هدایت کند. البته از این صحبت ها امید میکنیم که همه ما بهره میبریم.